ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین شب 31 آگوست خبر داد که گمانزد در قتل اندری پاروبی وکیل پارلمان این کشور بازداشت شده است. این سیاستمدار روز 30 آگوست از جانب یک شخص ناشناس با 7 ضرب تیر کشته شد. در نوارهای دوربین‌های نظارتی دیده می شود که حملگر از پشت با سلاح به سیاستمدار حمله می کند. اندری پاروبی 54 ساله در جای حادثه هلاک شده است. ولادیمیر زلنسکی گفت مقامات کشورش حادثه را تحقیق دارند و به زودی جزئیات این کشتار مدهش آشکار می شود. دادستانی کل اوکراین حادثه را کشتار انتقام جویانه نامیده از آغاز تحقیق آن خبر داد. مقامات تفتیشاتی هنوز انگیزه کشتار را شرح ندادند، ولی چند تن از همکسبان پاروبی حمله را کار دست روسیه نامیدند. نیکولای کنیاژیتسکی وکیل پارلمان گفت پاروبی جانبدار سرسختی یکپارچگی اوکراین وحدت مردم در قبال تجاوز روسیه بود و برای این موقعش مقامات روس از او قصاص گرفتند. پاروبی چهره شناخته شده در سیاست اوکراین و از فعالان اصلی انقلاب سالهای 2013-2014 بود. او از سال 2016 تا 2019 ریاست پارلمان اوکراین را بر عهده داشت. او همچنین از ماه فوریه سال 2014 با عنوان دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین فعالیت می‌کرد. این دوره با آغاز درگیری‌ها در شرق اوکراین و پیوستن نیم جزیره کریم به روسیه راست می‌آید. او تا آخرین لحظه همچون وکیل پارلمان اوکراین از سیاستمداران فعال این کشور بود.